سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم راجع به بحث اضافه وزن و شاقه صحبت بکنیم. افرادی که سوال پرسیده بودن که چرا ما هر چیزی که میخوریم چاق میشیم ولی یه سری از افراد هر چیزی که میخورن چاق نمیشن. این موضوع رو میخواستم براتون بیشتر باز کنم. بیشتر بدنها اولویت رو میدن به ذخیره سازی چربی. یه سری از بدنها هم اولویت رو میدن برای سوخت و ساز و مصرف چربی. این افرادی که هر چی که غذا میخورن و خیلی زود هم گرسنه میشن، بدن میاد این انرژی رو، این کربوهیدرات و قندها رو در بدن در واقع به صورت چربی تبدیل میکنه و اونها رو در اندامهای مختلف ذخیره سازی میکنه و شما میبینید که هر چقدر که شما غذا میخورید، مصرف میکنید، بدن اولویت رو به در واقع انبار کردن چربی در بدن اضافه میکنه. و یه سری از افراد دیگه که هر چقدر غذا مصرف میکنن، هر چقدر چربی یا کربوهیدرات مصرف میکنن، این غذا رو میاد چیکار میکنه؟ میاد سوخت و ساز میکنه و مصرف میکنه و توی بدن ذخیره نمیمونه. دلیل اصلیش هم همینی که عاداتهای نامناسبی که توی سیستم غذایی داشتیم باعث شده که سیستم هوشمندی بدن به هم بریزه و دچار اختلال بشه. حالا ما سیستم درمان رو و رفع این بحث انباشته شدن چربی‌ها رو توی پکیج توضیح دادیم. میتونید از طریق تهیه پکیج و مشاوره گرفتن با ما این مسئله رو حل کنید. درود بر شما.